درود و به برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز سه‌شنبه 4 آگوست من طاهر سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ همراهی میکنم. نخست سرخط چندی از خبرها. حمله های نوی اوکراین به انبارهای شرکت وایلدبریز در روسیه و پاسخ مسکو به این ضربه ها با پهپادهای قاتل. دعوا سر بازار عظیم محصولات ساختمانی در شهر خوجند در دادگاه ادامه دارد. مقامات میگویند بازار از مالکش بر اساس قانون میگیرند. همون صاحب ملک جمعه بازار باید که از طرف همین شرکت راضی کرده شد. یک زن مهاجر را که قالنچه با تصویر پرچم روسیه را زیر پا انداخت از این کشور بیرون میکنند. مقامات ترکیه شام 3 آگوست خبر دادند که در حمله پهپادی به یک کشتی بارکش در نزدیکی بندر نوراسیسک در روسیه در بحر سیاه 3 ملاح سخت جراحت برداشتند. در ویدیوهای شاهدان عینی دیده می شود که ملاحان زخمی را با زورق میبرند و آتش سوزی در کشتی ادامه دارد. مقامات ترکیه تصدیق کردند که این کشتی روز 3 آگوست هدف حمله پهپاد قرار گرفته ضرر دیده است. با گفته آنها کشتی نادژدا روز دوشنبه از نوراسیسک به سمت بندر سامسونی ترکیه حرکت داشت که با آن حمله کردند. در بین مقامات ترکیه آمده است همه 22 ملاح از جمله زخمیان را به قلمرو روسیه بردند و آتش سوزی در قسمت پیش کشتی ادامه دارد. حالا معلوم نیست حمله کاری دستی کی بوده است. و گزارش دیگری را درباره جنگ روسیه و اوکراین و حمله های نو به انبارهای شرکت وایلدبریز همکارم میرزا نبی خالقزاد تقدیم می‌کند. اوکراین و روسیه دیگر باره با پهپادها به هدفهای گوناگون از جمله انشاءات انرژتیکی و غیر نظامی یکدیگر حمله کردند. در این میان اوکراین حمله ها به انبار بزرگترین فروشگاه آنلاینی روسیه شرکت وایلدبریز ادامه داد. این دفعه یک انبار در ولایت ولادیمیر هدف قرار گرفت. شرکت وایلدبریز روز 3 آگوست در یک بیانیه رسمی گفت بر اثر این حمله در انشاءات اکمالاتی شرکت در ولایت ولادیمیر آتش سوزی به وقوع پیوست. مردم را به جای امن بردند، کسی آسیب ندیده است. این حمله یک روز پس از ضربه پهپادی اوکراین به انبار دیگری وایلدبریز در ولایت سامارا 800 کیلومتر دورتر از مرز اوکراین صورت گرفت. هفته‌های اخیر نیروهای اوکراینی به ده‌ها انبار وایلدبریز در گوشه‌های گوناگون روسیه ضربه زدند. اوکراین میگوید وایلدبریز با فروش اموال لازم برای نظامیان روسیه در جنگ بر ضد اوکراین کمک میکنند. مسکو این اتهامات را رد کرده است. در پاسخ به این حمله ها روسیه به یک انبار فروشگاه آنلاینی اوکراینی رازتکا در ولایت کیف ضربه زد. در این حادثه در روز 2 آگوست کسی آسیب ندیده است. در حمله پیشینه به همین انبار به گفته دادستانی ولایت کیف 1 نفر کشته و دست کم 6 تن دیگر مجروح شدند. مقامات روسیه گفتند که بر اثر حمله پهپادی اوکراین در جای شنا و استراحتی مردم در ساحل بحر سیاه 7 نفر از جمله 3 کودک کشته شدند. به گفته سرگئی اکسنوف رهبر دست نشانده روسیه در نیم جزیره قرم که مسکو آن را در سال 2014 به قلمروش همراه کرد، در حمله های شبانه اوکراین به اینجا 4 نفر جان باختند. وزارت دفاع روسیه روز 3 آگوست اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی 131 پهپاد اوکراینی را در شب گذشته در چند منطقه سرنگون و نابود کرده است. از سوی دیگر به گفته رابرت بروودی فرمانده واحدهای پهپادی اوکراین، آنها در مدت 4 روز به 4 پالایشگاه نفت روسیه و یک ترمینال بحری ضربه زده آسیب زیادی به آنها رسانیدند و از جمله 12 بشکه‌های عظیم مواد سوخت را نابود کردند. به گفته نیروهای هوایی اوکراین، روسیه همچنان به حمله های خود ادامه داده شب گذشته 181 پهپاد قاتل به سمت اوکراین پرتاب کرده است. ولادیمیر زلنسکی روز 2 آگوست در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که تنها در یک هفته گذشته روسیه با 1900 پهپاد، نزدیک 1600 بمب هدایت پذیر و 144 موشک گوناگون به اوکراین ضربه زده است. و می رویم به تاجیکستان. بحث و کشمکش سر بزرگترین بازار محصولات ساختمانی در ولایت سوخت
ادامه دارد. بعد از شکایت مالکان بازار معروف به نام جمعه بازار در خوجند، مقامات هم این بحث را شرح دادند. صاحبان بازار دعوا دارند که مالکیت آنها را به زور دیگران از دستشان میگیرند. مقامات میگویند که چنین نیست. فرزان محمدی گزارش میدهد. باز یک بار دیگر میگم که صاحب ملک یگان خیل از اینجا زیان نمیکشد. شرحی نخستین رسمی درباره جمعه بازار خوجند. کلانترین بازار مسائل ساختمانی در کنار دریای سیر که از مکانهای سرخریدار است و سبب دعوای چند شرکت و صاحبکار گشته است. مالکان حاضره جمعه بازار روز 29 ایول در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که ملک آنها با راهی به گفتهشان غصب ریدری به دست کسان دیگر میگذرد. مقامات در خوجند آن را همچون دارایی شرکت اسریما حجت کردند. شرکتی که بنا به چند حجت یافت شده در منبع‌های باز به بنیاد بلندآشانه‌ها در دوشنبه مشغول است، ولی درباره‌اش اطلاع کافی در دست نیست. فردوس شریفزاده رئیس شهر خوجند آخر هفته گذشته در یک نشست مطبوعاتی دلیل چنین تصمیمش را شرح داد. ما یک شرکتی با نفوذی از پایتخت کشور که امروز لایحه‌های خوب دارد مراجعت کرد. شورای شهرسازی هم شهری هم ولایتی را گذاشت. موافق نقشه گنرالی که هست لایحه پیشنهاد کرد. ما قراره که وقتی که دادیم در قرار ما نوشتگی که او باید عهدهدار شود که پیش از همه خیلی که من همونجا صاحب ملک گفتگی 2000 جای کاری هستن. اونجا ما عهدهدار کرده که باید که مؤسسه تحصیلات میانه سازد، مؤسسه تا مکتبی سازد و تمام همون بینایی که هست حدودش مرکزهای سودای بزرگ میشه، مرکزهای سودای بزرگی زمانوی میشه و همون صاحب ملکی جمعه بازار باید که از طرف همین شرکت راضی کرده شود. قرار شهرداری خوجند درباره به اختیار شرکت اسریما گذاشتن جمعه بازار 21 ایول امسال صادر شده است. بر پایه آن حقوق استفاده زمین برای صاحب ملک واقعی قطع گردیده آن برای احتیاجات دولتی یا جمعیتی گرفته می شود. در ادامه قرار آمده است که در اینجا برای ساختن 6 بینای 22 آشانه و 14 بینای 24 آشانه به شرکت اسریما اجازه داده شده است. شهرداری خوجند به خبرنگاران گفت این مسئله اول از چند زینه گذشت و سپس به قرار صادر گشت. من این موضوع جمعه بازار صاحب حاضره جمعه بازار مؤسس شرکت وحدت امینجان جورایف میگوید این بازار را در سال 2010 از اتفاق تاجیک مطلوبات خریده است و آن اطراف 8 هکتار زمین را در بر میگیرد. تصمیم بنیاد بلندآشانه ها در منطقه جمعه بازار از سوی شرکت اسریما در حالی است که خود مالکان بازار از سال 2017 در اطراف آن به بنیاد خانه های بلندآشانه استقامتی مشغولند و برای ادامه این اقدام سندهای ابتدایی را به دست آوردند. عیناً این لایحه ما هم همین قرار عیناً من همین 22 تا خانه های استقامتی 24 آشیانه 6 تا 22 آشیانه باغچه بچگانه این طرف من اینجا مکتب تحصیلاتی عمومی از بین راه دو طرف راهی از دو طرف میآمدگی راه عیناً همین لایحه عیناً همون قرار رئیس شهر چه داده شد ما همین لایحه ترتیب دادگی و جدیمی اصلی ما هم همین لایحه ما حیران میشم اونجا گفتگی میبهای یا فکری بهای همین خیلی می خبرنگاری رادیو آزادی به نمایندگی شرکت اسریما در خوجند مراجعت کرد ولی آنها از دادن همه گونه جزئیات خودداری کرده گفتند اداره اساسی شرکت در دوشنبه قرار دارد. دادگاه اقتصادی ولایت سوخت با دعوای امینجان جورایف همه گونه عملیات را وابسته به جمعه بازار باز داشته است. انتظار می رود بررسی این قضیه به زودی در دادگاه شروع شود. وقتهای آخر پرونده های دعوای زمین و مالکیت و هم رقابت های ناسالم در بین بیناکاران بلندآشانه ها در مرکز ولایت سوخت به اوج رسیدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. یک شهروند ازبکستان را که عملکردش بحث زیادی را در جامعه روسیه برانگیخت
به دادگاهش اخراج میکنند. سیوره موسویوا به آن متهم است که قالینچه با تصویری پرچم روسیه را زیر پای انداخته است. نوار مقامات قدرتی روسیه را درباره بازداشت سیوره موسویوا صحیفه گروه از مهاجر ستیزان در روسیه با نام مونوگناتسیونال در تلگرام نشر کرد. بنا به گزارش‌ها مسئله باز کردن پرونده جنایی به ضد شهروند ازبکستان بررسی می شود. شاید او را به بی‌حرمتی نسبت بر رمزهای دولتی روسیه متهم کنند. در آژانس مهاجرت ازبکستان گفتند که برای سیوره موسویوا بلیط هواپیما خریدند و او باید روز 6 آگوست به ازبکستان برگردد. در 6 ماه اول امسال از ولایت نیژگوراد روسیه زیاده از 1000 کارگر خارجی را بیرون کردند. بازم برمیگردیم به تاجیکستان. صرف نظر از تغییر قانون‌ها، اصلاحات و سخت‌تر کردن جزا برای تنبیه و کودک آزاری، هزاران نورس و طفل در تاجیکستان با خطرهای جدی چون ظلم زدن، ازدواج برمحل روبرو هستند. گزارش حکومت تاجیکستان و هم گزارش سازمان‌های حامی حقوق به سازمان ملل در این باره بیانگری یک واقعیتی تلخ است. قرار است این دو گزارش در کمیته حقوق کودکان سازمان ملل در شهر ژنو ماه آینده بررسی شوند. همکارم کیومرث سیاتا هر دو گزارش را مطالعه کرد و برای ما و شما هم خلاصه کرد. پیش از برنامه از اول درباره جزئیات این گزارش ها پرسیدم. بله طاهر، ده‌ها سازمان غیر حکومتی تاجیکستان از جمله سازمان‌های تشبثی حقوقی و غمخواری همراه با حکومت گزارش‌های خود را به کمیته حقوق کودکان سازمان ملل پیشنهاد کردند. گزارشی که وضع حقوق کودکان را از سال 2017 تا سال 2024 فرا می‌گیرد نشان می‌دهد که مشکلات مهم کودکان در کشور نه تنها حل نشدند بلکه در بعضی موارد تمایل نگران کننده گرفتند، از جمله ازدواج نابالغان. و از کیومرث همچنین پرسیدم که درباره لطوکوب و آزار کودکان که سالهای اخیر بیشتر رسانه‌ای میشوند حامیان حقوق چی گفتند؟ طاهر، زورآوری یا آزار و اذیت و ظلم بر کودکان در تاجیکستان این مسئله دیگری اساسی در گزارش است. حامیان حقوق به سازمان ملل گفتند که زورآوری به کودکان وسیع دامن پهن کرده است، اما به دلیل دسترس نبودن آمار یگانه و هم ترس جامعه مقیاس اصلی آن پنهان میماند. بر اساس یک پژوهش که با مساعدت یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل سال 2023 انجام گرفت، 56% کودکان از 1 تا 14 ساله در خانواده به نوع‌های گوناگون تنبیه سخت از جمله تحقیر، زدن و لطوکوب سخت روبرو شدند. یک مثال تازه آن تا حد مرگ زدن یک دختری 4 ساله از ناحیه یاوان از سوی پدر اندرش است که چند پیش روی داد و حکومت گفته است که شمار کودکانی که چون جبر دیده از زورآوری عائله شناخته شدند از 171 نفر در سال 2023 تا به 409 نفر در سال 2025 رسیده است. آزار جنسی کودکان هم زیاد شده است و تنها در سال گذشته در تاجیکستان 25 مورد آن را ثبت کردند. در گزارش حامیان حقوق از حادثه‌های مدهش تجاوز و به قتل رساندن دختران 8 و 9 ساله یادآوری می شود. در این گزارش همچنین از رید یا که عملیات ماموران میلیسا یادآور شدند که کودکان را برای گدایی یا عرابه‌کشی هم بازداشت می کنند و جزا می دهند. و یکی از بخش‌های دیگری گزارش سازمان‌های حامی حقوق درباره کودکان گرفتار ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا همان ویچ سپی در تاجیکستان است. همکارم کیومرث خواستم تو در این مورد تفصیلات بدهد. بله طاهر، این موضوع یکی از بخش‌های نگران کننده گزارش است. بنا به آمار رسمی حکومت تا 31 دکمبر سال 2025 در تاجیکستان تقریباً 1000 کودک و نورس تا 18 ساله و گرفتار به ویروس نارسایی مسئولیت بدن ثبت شدند. در گزارش حامیان حقوق که آمار تا سال 2024 را در بر می‌گیرد آمده است واقعیت دهشتبار آن است که از 184 کودک مبتلای زیر 14 سال در 139 مورد آن مادران کودکان بیمار نبودند. مقامات هم اعتراف کردند که شاید این کودکان در شفاخانه ها توسط سوزندارو یا تجهیزات طبی آلوده سرایت شده باشند. گذشته از این همه کودکان گرفتار ویچ هنگام قبول به کودکستان و مکتب به سنجش های تبعیض‌آمیز دچار می شوند و از حق تحصیل در دانشکده های طبی محروم کرده شدند. همکارم کیومرث سیاتا درباره دو گزارش، یکی از حکومت و یکی از سازمان‌های غیر حکومتی درباره حقوق کودکان در تاجیکستان صحبت می‌کرد. گزارش مفصل در این باره در وبسایت azadi.org هست و هر وقت می‌توانید بخوانید. و 15 دقیقه که برای اخبار آزادی داشتیم به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند به ما بفرستید، تحقیق میکنیم، میپرسیم درست بود
نشر خواهد شد. ما را در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و آزادی ویدیو در یوتیوب پیگیری کنید و تا دیدار در برنامه‌های دیگر.